من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 و کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم. ساکت! به جای اینکه بیاین اینجا با من اتمام حجت بکنین، اینجا متعصب بشید، برین اسدالله رو پیدا کنین. بابا این سوراخ راه کجاست؟ لابد انگلیسی ها دزدیدنش. واقعا مومن تو چرا دلواپسی؟ اون مادر مرده صورت اسبی با دلواپس باشه که محروم سان فرانسیسکو شده؟ یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه بره سان فرانسیسکو؟ وای بابام هی کله پدر هرچی نسترن بیناموس. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل انگلیسی ها از ما هم دل پری دارن. خاطرت میاد تو جنگ کازرو ما چند تا انگلیسی ها کشتیم.